آقای دکتر در همین جاست. بله در درون است. آقای طاهر، آقای طاهر. تو در اینجا چیکار میکنی؟ آقای طاهر شما رو همچون گمانبر برای کمک کردن به تشکیلات سلاحداران باید دستگیر کنید. راگر خیز از جویا اکنون زاره کن ابله با پایم افتاده گوی کی از کردم پشیمانم. از من چی میخوای؟ من هیچ کاری بدی نکردم. یعنی نکردی؟ باز همان گفت، باز همان دروغ‌ها. و تو امکانیت آخری میدیم با تشکیلات علاقه داشتند را اعتراف کن تا سه حساب میکنم. اگر اعتراف نکنی کلنگ را زیر کرده مینه سرت را پریشان میکنم. یک دو استد نکشه او را رها کنه پسرم را رها کنه نکشه نمیمانم و گناهی ندارم. سه پسرم نکشید. در خصوصی با سلاحداران و تشکیلات همکاری کردنتان ما در دستمان دلیل‌ها داریم. برای مشخص کردن این دلیل‌ها باید شما را بازپرسی کنیم. حالا باشد لطفاً همراه ما بیایید. خودتان میدانید که من با تشکیلات هیچ علاقه ندارم. همه میدونن که من چندی سال است که چی طور با آنها مبارزه میبرم. اما دلیل‌های در دستمان بوده این طور میگویند. ابله دروغگو، از ما چی میخوای؟ فقط بس نبود. آقای مسلم بس نبود. گپ زن، باز چی میخوای؟ دیلا ایستا آرام شو. گپ شو از اینجا. گپ شو. آرام شو. آقای طاهر با من میروید. آقای طاهر آقای طاهر تو پسرم وای گناه ندارد. مادر پسرم را سختیت. مادر جان شما چرا خیلی داخل؟ شما بیماره. خدای سلام. طاهر آقای طاهر صبر کنید. مادر جان نیست. پسر جانم مادر پسری من گناه ندارد. مادر ایسته. مادر جان پسری من در تشکیلات نیست. دیلا مادر جان اینجا گرفته بر. زودتر گرفته بر. این کاری شما غیر قانونی است. قانون را از سلاحداری ثابت می‌آموزم. راه گردید آقای طاهر. آقای طاهر پیش درآ. البته کار کنید آقای طاهر. خدای سلام. شما چرا؟ خاله جان شما همراه خانه زیران بودید. آقای دکتر چی گپ است؟ آخر طاهر رو میبرن باید یکم کاری کنه. ایسته نبردیم تیمور ایسته دکتر هر برادر یکم ایسته یکم صبر یکم خوش میکنم صبر طاهر هر برادر یکم ایست یا خدایا بس کنید راهزنها کنیستری راه همون دور شوید.
ماداش آروم شوید آروم اگر اون شوید حرکتی ناجا کنید همه‌تان رو میکشم فهما؟ شد هیچ غم نیست من برمیگردم آرام شوید برمیگردم اجا جون دمرمات جون مادر جون مادر جون چی شد مادر خیزه خودت میدونی که از این پیشتر کیها از اینجا گذشتند عاقبتشان را هم میدونی برای همین گپ را دراز نمیکنم با تو مثل آنها رفتار نمیکنم چون که تو آدمی با عقل هستی از من چی میخواهی؟ این را میبینی؟ یک جهازی EKG و سوزنهایش همش برای تو است میدونی با این چی کار میکنم گوش کن شرط نیست که اینها را استفاده کنم تنها یک کار میکنی گناهت را اعتراف کن بس جنایتی رو که نکردم چطور اعتراف کنم؟ مرا مجبور میکنی که تو را عذاب دهم خیر بگذار همین تر باشد کرسی را بیار از همه جای حساسی آدم نوک انگشتان است همین طور نه دکتر اناتومی را از من بهتر میدونی حاضر به انگشتت این سوزن را میخلانم و آهسته آهسته حرکت دلت را زیاد میکنم وقتی به 170 رسید دلت چنان سخت فشار میدهد که دردت را در تمام وجودت حس میکنی و میموری اگر اعتراف نکنی صبح جسدت از اینجا میبراید اعتراف کن گفتم با تشکیلات علاقمند بودن را اعتراف کن ینگاگولی بعد حاصل دارم در اومدم ینگاگولی چیگاه پاس حامیدی به ناموس در کجاست؟ نه نمیدونم با خدا خبر ندارم اکنون با آن به ناموس گوید دیر یا زود او رو یافته در میدان دیهم می آویزم ینگاگولی تو با کجا؟ خدا مداگیر خاموشی سرت جزایش رو میگیرم التماس مرا نکشه زودتر آمده باقی
فرزندانم را یتیم نکنید این را باید وقتی خیانت کردن بگیرد آویزید این آدم در مقابل تشکیلات برآمده است تشکیلات با او جزای قتل را حکم کرد هیچ کس نزدیک نشود با او نگرید و همتان عبرت شود عاقبت آنهایی که به تشکیلات زین میبرایند همین است از این پس این ده دهه تشکیلات است در نقطه طبیعش باشد دختری ما یلدوز کار میکند شد نترسید همتان را بخشیدیم و یگان نفری شما دست نمیرسانیم اما یلمز حامید برفین و آن دختری خائن را مثل خلیل آورده می آویزیم اکنون هم از پس کار شود از این پس اینجا دهه تشکیلات است شما زیر حمایه تشکیلات هستید مگر کار همین طور می شود با آنها گریزید گفته خطاب کردی بعد از شنیدن این گپ ها کی در اینجا میماند یک گپی گفتت را فکر کن باتن هرچی نباشد همش را میکشیم این طور باشد رفتان یلمزی خائن را هم آویزیم من به نزد رئیس میروم با یوز خماندان زنگ میزنم بسیار خوب و ما میشه تنها او کمک کرده میتواند رادسیه ها نیستند نه نیافتم مایلش نغز مانید خیر یلمز خوله جون خوله زیلو نخیزید خوله زیلو باید خوب کنید تو چه میگویی دلا وقتی که پیسرم در دست ظالم هاست چطور خواب روم کی میداند با او چکار کرد آقای مسلم را نکشتند به فؤاد از او شکنجه ندادند نه دخترم من میرم خوله زیلو التماس از برای خدا خوله قربانتان شوم این طور نکنید اگر آقای طاهر احوال شما را بیند بسیار ترسیخ می شود مادر جان صد شکر که به خود آمدید من به خود بیایم چی فایده پسرم را بردم برفید مادر حالا ایستید یلمز برای خبر دادن یوز قماندان رفت البته او را میارم برفین یلمز در کجاست چرا؟ چی شده است؟ دخترم سلاح دارم به ده در آمدم خلیل را آویختند چی؟ و خدا در همه جا ما را میکابند نه تنها مرا تو را یلمز را هم اگر یابند میکشند زود پنهان شو دخترم زود باش یلمز به خانه رئیس برای زنگ زدن رفت برفی نیست تو نباید یلمز میرفت اگر اون نباشد کجا رو رفته نمیتوانم سیگا پس با یوز خماندان زنگ زدنم لازم تلفن ویران شد من ببینم تعمیر میکنم دیگر راهی نیست باید زنگ زنم آخه طاهر را میکشم بفهمید تو یک بار گوش کن آخر چرا گپ میزنی اگر ویران است گویم یعنی ویران است چرا بیرون میگید پدر تلفن کار نکنند آخر صبح برگینی زنگ نزده بگید تو به هر کار بینیت را دخلان به خانه درا رئیس شما با آنها همکاری میکنید خواطر نشوید و نزدیک هم از هر کاری را خوش کردن میخواهید یلمز چی شد
صد شکر که خوبی سلاح داران در دهند در کجای ما را یابند میکشند یا راه کرد زودتر رفتیم راه گردید در پایانند زودتر دستگیر کنید در آن جایت نیست کنید آنها را یلماز برفین زیلان با من بیایید بیایید بیا درو پراکنده شوید آنها رو نیفتنوید همه جا رو یک باید کابید زودتر زودتر زود را گردید یک طرف ایست ایستو زیلان زیلان تو اینجا رو از کجا میدانی؟ باری اول گریخته در اینجا پنهان شده بودم مادرم و اکم چی میشوند؟ مادرت به من امانت است خواطر نشو شما یک مدت همینجا پنهان شوید همین که احوال خوب شد من آمده به شما خبر میدهم لیکن نبروید به خدا اینها شما رو میکشند دیگر چاره ای نداریم تو چیکار میکنی زیلان؟ اینها تو رو هم میکشند با من چیزی نمیشود شما نترسید من چاره خودم رو میبینم خیر مایلش کوبا مانده به اینجا بیا بیا با مانده شد دلا چرا برفین حالا هم برنگشته است مادرم التماس آرام شوید خدای زیلال حاضر میآید از برفین و یلماز خواطر نشوید در جای بخوفند زلا یلماز به یموز کماندون زنگ زد نه خواهم از دست سلاح دارم به زوری گریختند خدا جان خواهش میکنم نخیزید من دیگر طاقت کرده نمیتوانم رفته یموز کماندون رو میابم پسرم رو میابم وگرنه آنها پسرم خدای زیلال با این احوال رفته نمیتوانید خدای زیلال ایستید نروید خدای زیلال به شما ممکن نیست از برای خدای خدا زیلال نروید خدا جان ایستید از برای خدا زرده به شما خستم ممکن نیست سیلاداران آمدند چی؟ آن یلمازی بیناموز در کجاست؟ ها در کجاست آن بیناموز؟ نیستند وای وای خانم زیلال تو باید دانی کنی گپ زن آن پسری خواهینت به کجا گریخت کنی گپ زن دیدی تو خیر نیست زنی ابلا آرام شو آرام شو بوتن خودت رو بیهوده خسته نکن او را حتما میابیم اگر در دیه باشد راهی گریز ندارد اگر گریخته باشد باز به نزد ما میآید راست میگوید در خانه کسی نیست خیر مایلش مسئله دکتر رو بعد میبینیم تو با ما میروی سرده با یلدوز در نقطه تیبی همشیره لازم است کنین راه کرد راه کرد
سرده برادر بگویم سردیه دا پام رو بطن سردیه ایستا بطن ایستا همشیره دیلو به تو ضرر نمیرسانیم تنها بیماران را نگاه بین میکنی مثل پیشترا مایلش من زود اومده شما رو خبر میگیرم خدای زیلال از خونه نبروید راگرد من پسرم را به آن خائنانه می سپارم اگر یه روز قماندان را نیافته باشم من مییابم دکتر را آوردیم سردارم این حجتی در دستم بوده حسابات های از طرف یوز قماندان آماده شده است تو را وقتی با باطن صحبت کردنت دیده است و به کمیته ولایتی حسابات داده است میخوانم من سردار دیویزی خشکیگرد قوه های مسلح در کوه های قسم جنوبی ادای وظیفه میکنم موافق فعالیتی که برای معین نمودنی جای سلاحداران تشکیلات گذرانیدیم و ما معلوم شد که کارمند گروه ضد تروریستی چیتین سالهن با یکی از قماندانهای تشکیلات با نام باطن زود وامی خورده است چیتین سالهن از نام دولت و سربازان استفاده برده بالای مردم فشارهای زیاد می آورد که این به بد شدن مناسبت مردم و دولت سبب می شود موافق معلومات های به دست آورده ایم ما این افسر با تشکیلات همکاری داشته در بسیار عملیات های آنها دست دارد امضا سردار دیویزی خشکیگرد سرژانت دیکالون یوز بیاتلی اما سردارم اما چی اما با تو با دقت باش گفتم همیشه من از پس تازه کنم خیر میلش اینش را هم حل میکنیم چقدر گنرال ها را نیست کردیم و یک سرژانت سر میفراریم زود باش پیش از آن که دیگرها را خبردار کند یوز را از بین بردار خوب شده سردارم زودتر تو کی هستی؟ نترس من دوستت هستم برای نجات دادن آمدم همه به عملیات رفتند تنها یک نوبت دور مانده است او هم خواب است بیا باید زودتر گریزیم زودتر با دقت باش زودتر میگریزیم زودتر
پسرم با من نگر. مرحمت خالا. پایگاه سربازان. پایگاه در کجاست؟ در پایو. تشکر. بفرمایید جناب. چی حال داری سرباز؟ تشکر. خوب نمینمایی. گوش کن سرباز، من مشکلی تو را حل میکنم. تو باشی یوز کماندان را میکشی. نه اما آسان است. قلنگ را زیر میکنی، دوامش را ما حل میکنیم. سلاحی سرباز ویران شد و تیر خالی کرد میگوییم. مایلش لیکن اویلم چی میشود؟ تو یوز را کش، آن طرفش را فکر نکن. قربانت شوم. من از دهه آبی کلان می آیم. می خواهم یوز کماندان را بینم. با او از پدرش عارف سلام آوردم. تشکر پسرم. خدا از تو راضی باشد. خدا عمرت را دراز کند. بخیر است خاله جون؟ کماندان، من مادری دکتر طاهرم. آمده پسرم را بردند. گویا که او به سلاحداران کمک میرسانده باشد. و خدا این دروغ است. تهمت است. او گناهی ندارد. قربانت شوم، او را نجات ده. شاید خطاگی اشته باشد. پسرتان را ما دستگیر نکرده ایم. چی؟ شما کیستید؟ چرا مرا رها کردید؟ هر دو از یک طرفیم پسرم. طرفی که با اینها مجادله میکند ولی همدیگرمان را نمیشناسیم. یعنی ما تشکیلات مخصوصیم که برای دولت کار میکنیم. یعنی چی طور؟ شما چی تشکیلاتید؟ خیلی وقت باز کارهایت را نظارت میکنیم. مجادله تو ما را شوقمند کرده است. میخواستیم با تو بخوریم. وقتی فهمیدیم که تو را دستگیر کردند به اینجا آمدیم. تشکر. سلامت باشید. میخواهم تو هم همراه ما کار کنی. همه یک جای میتوانیم دولت را از این افلاسی ها تازه کنیم. لیکن این چیکار میشود؟ یعنی من باید چیکار کنم؟ همش را به تو میفهمونم. اما باید در اول شرطنامه پنهانی بندیم. من در ورقی خالی امضا نمیگذارم. مرا ببخشید. کارمون همین است. در این چیزی نیست. شناسنامه اتون رو دیده میتوانم؟ برای شناسنامه را نشان دادن هم باید امضا کنید، چون که همش به شرطنامه پنهانی داخل است. نه، امضا نمیکنم. امضا میکنی. سرده! سرده میگویم! اینجا بیا!
آقای مسلم را بردند برنگشت. فؤاد به زوری از دستشان رها یافت. خانواده‌اش را پرتافته رفت. در خوابم دیدم قماندان با پسری من هم همین کار رو میکنند. اینها ظالمه، اینها به خدا ایمان ندارند. پسری من را هم میکشند. نجاتش دید. باز آنها همیشه از کارهای بد میبرویم. خاله جان، با شما یک سرباز را میفرستم، شما را به دهاتون میبرد. ما پسرتان را برمیگردونیم. نه به خدا من نمیروم. پسرم را ندیده و نگرفته به هیچ کجا نمیروم. خاله جان، یک روی نکنید. آخر اگر تویر فهمد که من شما را در این احوال اینجا گذاشتم از من نمیرنجد. بیایید به خانه اتان روید. به شما وعده میدیم که او را مییابم. لزوم سرباز من قماندان. سربازان رو جمع کن، زود حرکت خوب شد از قماندان. سربازان صف کشید. استودیو سیمو تقدیم میکند آلبوم نوی جمشیدی نیازعلی با نام گم شده. آن گم شده ای من دیگه نمیشه پیدا. او رفت و از این شهر مرا گذاشت و تنها. عشقی اول ناله مرغی قفس میبراید تنگ از راه نفس. عشقی اول گرد بادی روزگار میکنه طوفان میگیرد قرار. از عشقم گذر کردی خدا حافظ خدا حافظ. با تنهایی سفر کردی خدا حافظ خدا حافظ. از کلبه ما روشنی خانواده رفت مادر جان. یک کان پر از نقره و طلا و گوهر رفت مادر جان. سر به سر یخستانم سری آفتابم کن. ای بهار آبم کن، ای بهار آبم کن. به نزدیکی از تمام دکان‌های فیتافروشی و از استودیوی سیمو پروداکشن دسترس نمایید. باید به این طرف رفته باشم. کنیستا دکتر فکر کردی که با آسانی نجات میابی؟ اگر با اکم یگم کار کنن چی؟ اگر او رو نجات داده نتوانیم چی؟ آرام شو برفین، آرام شو. از اینجا میبرایم و اکت را هم نجات میدهیم. من میروم. برفین تو دیوانه شده ای؟ در همه جا آدمان سینان میگردند. از دهت چطور میبرایم؟ من دیگر در اینجا نمیستم. وقتی که اکم رو در آنجا شکنجه میدهند من چطور در اینجا ایستم؟ برفین مایلش
اما باید اول به خانه رفته سلاحم را گیرم، بعد پنهانی از دیه میبرایم. میلش بیا. آیسته بیا. تو بودی؟ در رکشو آخر یخ کردم. یخ کردم. بعدی ها سیلوداران دارم بودن؟ بله. اکنون چی طور خواهم حرکت میکنم. یلماز و برفین رو در یک جا محکم کردم. میدان از من شد. چی طور خواهم حجت را میکوبم. برای آن حجت وقت زیادی نمونده است. از بالا فشار میارن. میفهمی؟ من حاضر به مسجد میروم. آنجا را توضیح میکنم گفته میکوبم. اگر در حقیقت در مسجد باشد اون رو مییابم. یعنی که اسمتی آن حجت بوده است. حالا در اینجایم. زودتر. بیا برفیم. بیا رفتیم. زودتر. چی گپ هست؟ با فکرم سلاح داران از پس شخصی رفتند. خیر من به مسجد میروم. همانجا با میخونم. دو نفر با اون طرف. تو باشی با من بیا. باید پیش از زیلن آن حجت را گیریم. چه خیلی حجت؟ حجت پنهانی بابایم خیلی مهم است. بابایم چندین سال آن را پنهان کرده، با آن مجادله کرده است. نفران میخواهند آن حجت را به دست بیارم. معلوم می شود که زیلن و بیرزن آدمان آنهایند. تو چه هم میگویی یلماز؟ من هیچ چیز را نفهمیدم. یعنی باید پیشتر از زیلن به مسجد رسیم. رفتیم برفین. رفتیم. یعنی گپ نمیزنی ها؟ کنی بینیم وقتی مردنت چی میگویی؟ از تو نمیترسم. هر چی میخوای بکن. جان رو که خدا داده است بغیر از او دیگر کسی گرفته نمیتواند. من به او تسلیم شدم. نخواد. یعنی همین خیر. از 10 تا 1 حساب میکنم. اگر گپ نزنی قلنگ را زیر کرده تو رو به داخل چای کسلت میپرتایم. 10 کماشمون پسرم طاقت کن. 3 2 اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. 1 گپ زن ابله، گپ زن. یک سرژانت آمده است. میخواد با شما بخورد. او را برید.
مرحمت. میدونم که دکتر طاهر در دست شما است. میتوانیم سببی به اینجا آوردنش را فهمیم. از این پیشتر شناسنامه‌ام را دیده بودید. اگر خواهید در نزد سربازان گپ نزنیم. سرباز ما را تنها گذارید. اطاعت قماندان. سلاح‌ها را دارید. به طرف چپ گرد. با قدم. با پشت. دلیل‌هایی داریم که با تشکیلات همکاری داشتن دکتر طاهر را نشان می‌دهند. برای همین کوشش می‌کنیم تا گپ زند. کی با تشکیلات همکاری میکند من خوب میدونم. با جای ضروری حساباتم را نوشتم. اگر از حاضر آمادگی بینید خوب میشود. من برای خودم هیچ کار نمیکنم. هر چی کنم برای دولت میکنم. اکنون اینجا را ترک کنید. از حد و حدود خودتان نگذرید. اگر فکر کنید که ما با این ظلم و ستم شما طاقت میکنیم خطا میکنید. آقای یوز گوش کنید. من کوشش کردم تا خودم را آرام نگاه دارم، اما از حد گذراندید. حالا که شما را دستگیر نکردم گروهتان را گرفته از اینجا روید. چرا اینها پسرم رو پرتافته می روند؟ چرا او را نگرفتند؟ او را کشتن خواستم. هیچ حرفی نگفت. این آدم گپ نمیزند. بیایید او را بکشم. نه، اعتراف نکرده نکش. خیر چیکار میکنیم؟ مرگ خودش را قبول میکند، اما از دیگران را نه. اگر آن از نزدیکانش باشد بیشترم رو به شما نمیدهم. بیشتر جونم چه خیلی انسانی. بیشترم شما وجدان ندارید. او را به چه احوال رسانیدید؟ مادر جون آمدم پسرم. برای نجات دادنت آمدم. پسرم
خیز خیز پسرم خیز رفتیم بیا پسرم بیا بیا خیز آخیر بیا پسرم راه کرد بیا بیا چی گپ است؟ با یگانجا می روید؟ مانید مادرم رواد کاری شما با من است سردی دورو سردید این اونقدر آسان نمی شود دکتر این کار همون درست است کماندان میدانم که طاهر بیگناه است او را در اینجا پرتافته نمیتوانم چون که به مادرش وعده دادم عمر لابای اپا این رو به خالای زیلول بر نوشد مایلش اپا عمر خالای زیلول رو تنها نگذار خوب شده است این از کیست؟ از آقای طاهر است هر روز این کتاب رو میخوندند کی میدوند حالو در چه احوالند چی کار میکنند او از این باوری های خیالیش خودش رو هیچ رها کرده نتوانست در دانشگاه هم همین طور بود حالا باشد هرچی به سرش میآید از روی همین باوری های احمقانه و فکرهای خامش است چیزهایی به سر آقای طاهر آمده به ایمانش چه علاقه دارند حقیقت رو ندید همیشه در طرف دیگر بود به دولت باور کرد به دین باور کرد نفهمید که نه این دولت و نه این دین از آن ما نیست اگر به ما باور میکرد و از پس ما می اومد حالا در جای دیگر می بود اینها سفسطه‌اند اگر آقای طاهر این گفته‌هایت را شنوند خنده کرده میگذرند شاید دلشان میسوخت با من دلش میسوخت اصلا به حال شما باید دلسوزی کنیم هر دویتان هم ابلهید حقیقت را نمیبینید که این را میفهمید به فکر من حالتی که حالا دوچار شده است به این سزاوار است چیزهایش را از اینجا بردار نه به هیچ کجا نمیبرم همه چیزهای آقای طاهر همینجا میمونند بردار گفتم به تو کنی زود بردار یلدوز چی شد؟
چی؟ همشیره به گپ‌هایت گوش نمی‌کند؟ نه، تنها طلب کردم که اشیاءهای تویی رو از اینجا برد. خیر، هیچ گپ نه. اجرا کن همشیره. نه، نمیکنم. حتی یگان چیزش رو عوض نمیکنم. نمیکنی ها؟ خیر مایلش. من با کمال مایل میکنم. من اخنون شد. تمام. همشیره تو این جاها رو تازه کن. این طور شدنش رو نمیخواستم. این همه از ابلهی ماست. مرا ببخش. همه چیز رو تو پوره کرد. زیق نشو. بوتان دیوانه حقیقی است. او رو کسی من کرده نمیتواند. برفین خم شو. کمک کنم اپا؟ تشکر دخترم. گذارید. چی کار میکنیم؟ نمیدانم، اما باید یگان کاری کنیم. وای کمش مانده است. قریب تمام شد. بیایید کارتون رو زودتر تمام کنید. رفته خوراک گرم خوریم. زودتر باشید.